سلام خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوبم. قراره که اینجا با هم کلی تمرینات یوگا و مدیتیشن داشته باشیم، کلی برنامه‌های جذاب. اولین تمرینی که می‌خوایم با هم انجام بدیم دیتاکس یوگا هستش. ممکنه که تو این تمرین ضربان قلبتون بالا بره، یه ذره عرق کنین. تمرین اکتیویه، کوتاه ولی تاثیرگذار. میتونین هر زمان که دوست دارین باش تمرین کنین، صبح، ظهر، عصر. ترجیحاً هفته شب به بعد تمرین نکنین، چون ممکنه ذره سطح انرژیتون رو ببره بالا، بعد یکم تو خوابتون اختلال ایجاد کنه. این تمرین برای همتون مناسبه، ولی بچه‌هایی که آسیب جدی دارین لطفاً بدون اجازه پزشک سرخود این تمرین رو انجام ندین. و اگر خیلی مبتدی هستین و بیش از اندازه احساس کردین که این تمرین براتون سخته، میتونین منتظر ویدیوهای بعدی من باشین. ولی اگر که در واقع آسیب جدی ندارین، آسیب خاصی ندارین، تا جایی که میتونین تمرین کنین، تا جایی که میتونین پیش برین، به نکاتی که میگم توجه کنین. هرچی این ویدیوها رو بیشتر تکرار کنین، پیشرفت و بیشتر توی بدنتون احساس میکنین. امیدوارم که در کنار چالش 21 روز حذف قند این تمرین رو انجام بدید، ولی اگر هم تو این چالش نیستین هیچ اشکالی نداره. روی مت میبینمتون. خوش اومدی به دیتاکس یوگا. تو حالت 4 زانو یا 2 زانو، هر حالتی که راحتی، بشین روی زمین، پشتت صاف. شونه هاتو رول کن به سمت عقب و پایین. دنبالچه و باسنت کامل روی زمین باشه. اگر مثل من 4 زانو نشستی، پاشنه پاهاتو بذار مقابل هم دیگه و زانوهاتو راحت تر رها کن به سمت زمین. برای چند لحظه میخوایم با تنفس تمرکزمون رو بیاریم اینجا روی متمون. تمرین تنفسی فواید زیادی داره و ازت میخوام که فقط برای چند تا نفس بدنت رو حس کنیم. اول یه بازدم انجام میدیم، دم عمیق، به آرومی بازدم. سعی کن دم و بازدمت در طول نفس از بینی باشه، هم دم و هم بازدم. دم، بازدم، دم. به بدنت اعتماد کن. بیشتر از حد توانت نیاز نیست دم بگیری، به اندازه ظرفیت بدنت دم بگیر و به آرومی بازدم. دم عمیق، بازدمی عمیق‌تر. خیلی خوبه. دم بگیر، دستا رو بکش بالا به سمت آسمون. دستا رو باز کن به دو طرف. بازدم، خالی و رها. دم، به اندازه توان بدن خودت دم بگیر. بازدم، دم، بازدم. میخوام که آرنجات صاف باشه. دستاتو از مچ حرکت بده. کف دستا رو بچرخون به سمت بالا. با بازدم کف دستا بیاد به سمت زمین. دم، بازدم، دم، بازدم. فکر کن که انرژی رو داری در راستای ستون فقرات با دم میکشی به سمت تاج سرت بالا. با بازدم رها. دم، با بازدم تنش ها، استرس ها، خستگی روزت رو رها کن. دم، بازدم. خیلی خوبه. دستا رو بکش بالا، برگردون پایین. بالا پشتت میخوام صاف باشه. پایین دستا اکتیو. کم کم عضلات پشتتو حس میکنی که داره شروع میکنه به کار کردن. هرچی ضعیفتر باشه شاید خستگیشو زودتر حس کنی. نفس بکش و ادامه بده، هیچ اشکالی نداره. عالی، خیلی خوبه. آروم دستا رو بیار به سمت سینه. دم بگی، دستا رو باز کن. یه کوچولو گردن تو کشش بده به سمت بالا. بازدم، سینه رو از دستا دور کن. دستا رو بکش سمت هم. دم، بازدم. بازدم تو الان میتونی از دهان خالی کنی.
خیلی خوبه اگه بازوات، عضلات پشتت احساس می‌کنی خسته شده، بر بعضیاتون شاید به لرزش بیفته، همش طبیعیه. نفس بکش، ادامه بده. فکر کن که در واقع بدن تو داری با رقص زندگی هماهنگ میکنی. یه هارمونی بین حرکت دستات، حرکت ستون فقراتت، نفسات ایجاد کن. خیلی لذت بخش. بدنت حرکت بده. قرار یه نیم ساعت بر خودت با عشق زمان بذاری و در واقع یه حس خوبی رو تجربه کنیم، حتی اگر برات چالش داشته باشه. عالی. دم بگیر، دست رو باز کن، دست رو بکش بالا با بازدم، رها. خیلی خوبه. آروم از همینجا دست راست رو بذار کنار پای راستت، دست چپ رو بکش از کنار گوشت به سمت پهلو. میخوام قفسه سینه سرت به چرخ کامل به سمت سقف تا هر جا که راحتی. دم بگیر، با بازدم دست چپ میاد کنار دست راست. دوباره دم، بازدم. یه کشش خیلی خوبی تو پهلوهات داری حس میکنی، درسته؟ دم و بازدم. عالی. خیلی خوبه. قشنگ دستتو بکش بالا و عقب، برگردون پایین و آروم دستتو پایین نگه دار. یه کوچولو دستتو بکش جلوتر تا جایی که با سنت از زمین جدا نمیشه. دست چپتو بکش جلو. میخوام کشش پهلوی چپتو، کشش بین دنده ها بیشتر حس شه. سعی کن دستا صاف باشه. خیلی خوبه. آروم بچرخ، خیلی قشنگ. بیا این من دم بگی، قفسه سینه رو باز کن، دستتو بکش با بازدم. دم. دستی که رو زمینه رو یه ذره با فاصله بذار از خودت که قشنگ دست راستتو بکشی ببری به سمت دست چپ. دوباره یه هارمونی و رقص ایجاد کن بین حرکت بدنت، نفست. عالی. دم، بازدم. امروز با پهلوهامون و حرکت قفسه سینه زیاد کار داریم. کمک میکنه به اکتیو شدن در واقع اعضای داخلی بدن، مخصوصا روده ها. با شکممون و کلا عضلات کور خیلی کار داریم. عالی. دستتو نگه دار، یه ذره دست راستو بکش جلوتر، پهلوی راستتو کشش حس کن، نفس. عالی. از همینجا خیلی خوشگل بچرخ، بیا جلو، برو سمت راست، دست چپ بره بالا و عقب. دم بگیر با بازدم، یه نیم دایره بزن با دست چپ، بیا جلو. سینه رو باز کن، دستتو بکش عقب، برگرد جلو. دم و بازدم. عالی. اینکه چقدر کششت و حرکتت رو دوست داری عمیق کنی به بدنت، به حست و توان بدنت بستگی داره. میسپارمش به خودت، چون بهترین مربی در درجه اول بدنت، صدای بدنت. به اون گوش بده. ببین دوست داری تا کجا کشش رو عمیق کنی، تا کجا بیای جلو، تا کجا دستو بکشی عقب. عالی. خیلی خوبه. و آروم بچرخ، بیا وسط. دم بگی، دستا رو بذار سر شونه ها. میخوام که آرنجا رو بکشی بالا. خیلی خوبه. دم سینه‌مون بچه‌ها، ناحیه توراسیک، قفسه سینه میچرخه به سمت راست. حواست باشه آرنجات نیفته، خیلی مهمه ها. آرنجا رو بالا نگه دار، قشنگ در واقع اکستنشن داریم تو قفسه سینه.
آرنجا رو میکشی عقب، شونه ها عقب، سینه باز میشه به سمت جلو. عضلات پشت اکتیو، دم میگیرم، سینه میچرخه به سمت راست، بازدم، سینه میچرخه به سمت چپ. اتفاقی که میفته اینه انگار شکمتو اینطوری داری میچلونی، چون در واقع کمرت ثابته، دم میگیری، با بازدم شکم رو خالی میکنی، مثل وکیوم جمعش میکنی داخل، پیچتو عمیق‌تر میکنی، میری سمت مخالف، دم، بازدم. بریم. آرنجا نیفته پایین. اگه مبتدی باشی، اگر سابقه دیسک کمر داشته باشی، خب این حرکتت الان محدودتر میشه. بچه‌ای که سابقه یوگا دارین، پیشرفته ترین، با قدرت ازتون میخوام که بیشتر پیچتون رو عمیق کنین. ولی اگه مبتدی هستین یا آسیبای کمری دارین، هر چقدر که میتونی فشار نیار به خودت. عالی، دم راست، بازدم چپ. اگر آسیب خاصی نداری، آروم هماهنگ با نفس میتونی سرعتت رو بیشتر کنی. ولی اگه آسیب داری یا اگر برات سخته، میتونی سرعتت رو با بدن خودت تنظیم کنی، آرومتر. عالی. 5 4 3 2 آرنجا نیفته پایین. 1 آروم آروم سرعتت کم کن. دم بگی، دستا رو بکش بالا، بازدم، رها کن. آروم بیا به حالت 4 دست و پا یا تیبل پوز روی متت. از همینجا دم بگیر، از دنبالچه تک تک موهای ستون فقرات رو گود کن به سمت زمین، سر بالا، با بازدم دنبالچه بچرخه به سمت زمین، پشتو رول کن عقب برای کت کاو، چونه به سمت سینه، دم. بچه‌ای که کمر درد دارین، طولانی میشینین، این جزو حرکت‌های خیلی خوبه برای بدنتون. دم، بازدم. ترجیحاً دستات صاف باشه، آرنجتو خم نکن. ولی اگر مبتدی هستی و برات سخته اولاش یه ذره آرنجت خم شد، اشکالی نداره. خیلی خوبه. عالی. از همینجا پشتو صاف نگه دار. دم بگی، دست راستتو باز کن به سمت آسمون. با دست چپ زمین رو هل بده. انگشتای دستتو باز کن رو زمین. وزنتو بکش به سمت بالا، ننداز روی مچت. آفرین. قشنگ با قدرت عضلات دستت، عضلات پشتت، سینه رو بچرخون به سمت سقف، نگاه به سمت بالا. آروم برگرد پایین، دست راست رو از بین دست و پای مخالف رد کن، سر و شونت رو بذار زمین، دست چپ رو بکش به سمت بالا، قفسه سینه رو باز کن. اگه راحتی میخوای کشش رو بیشتر کنی، دست میتونه بره پشت کمرت یا به سمت رون پای مخالف. سینه رو باز کن، باز کن، باز کن. قشنگ اینجا سر شونت رو بکش عقب، نگاهت به سقف. آفرین. نفست جاری و روون، نفست حبس نشه. نیاز نیست عمیق نفس بکشی، فقط نفستو حبس نکن. آروم دست چپ برمیگرده، آروم دست راست برمیگرده. بریم سمت چپ. از همینجا دست چپ رو بکش بالا 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 بالا. با دست پایینی زمین رو هل بده، خودتو بکش به سمت آسمون. فکر کنی که داره از بالا دستتو میگیره میکشتت بالا. وزنتو از رو مچت سبک کن. دستتو بکش عقب عقب عقب. عالی. با بازدم بیا پایین، دستتو از سمت مخالف رد کن، شونه و گوشت رو زمین. میتونی همینجا بمونی، میتونی دست راست رو بکشی بالا یا ببری پشت کمرت یا حتی داخل رون پای مخالف. نفس جاری، نگاهت به سمت پهلو یا به سقف. سینه رو بچرخون 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 و آروم دست راست برمیگرده، دست چپ برمیگرده.
خیلی خوبه. دستا رو عرض شونه باز بذار، انگشتای دستو پهن و باز کن. انگشتاتون جفت نباشه به هیچ عنوان. آروم پنجه پاهاتو به زمین فشار بده، زانو رو بکش بالا. پاهات رو پنجه، قشنگ باسنتو بکش بالا 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 بالا. با دستا زمین رو هل بده. نفس جاری. و شروع کن به پدال زدن. زانوها رو یکی در میون خم و صاف کن. برای اینکه بتونی راحت نفس بکشی یا سرتو رها کن یا یه ذره سرتو بیار بالا، هیچ اشکالی نداره. قشنگ با سنتو تیز کن به سمت بالا. نفس. عالی. دم. نگاهت به سمت روبرو. قدم بزرگ، پای راست جلو، پای چپ جلو. آروم از همینجا آرنج با آرنج دستاتو بگیر. بچه‌هایی که سابقه آسیب کمر سیاتیک دارین میتونی اینجا یه ذره زانوتو خم کنی که کمرت آزاد باشه. به این حالت دستا رو آرنج با آرنج بگیر. بچه‌هایی که آسیب خاصی ندارین، اگه اذیت نمیشین، زانو صاف. کششو پشت پاهات حس میکنی. سرتو دستاتو رها کن به سمت زمین. نفس جاری و روون. و آروم دستاتو آزاد کن. دم بگیر. دستا رو بکش به سمت آسمون. با بازدم. دستا رها جلوی سینه. خیلی خوبه. سر متمون می ایستیم. پاها رو به اندازه عرض شونه باز میکنیم. یک کوچولو پنجه پاها میچرخه به سمت بیرون. دستا رو نگه دار جلوی بدن. دم بگیر. با بازدم زانوها رو خم کن. بیا پایین. اگه پیشرفته بیشتر بیا پایین. اگر مبتدی هستی یا آسیب زانو داری کمتر بیا. نکته مهم، از بالا باید تمام انگشتای پات مشخص باشه و وزنت بیشتر رو پاشنه پا باشه. نبینم وزنتو انداختی رو پنجه، قشنگ وزنتو بکش عقب به سمت پاشنه پا. خیلی خوبه. آروم دوباره بیا بالا. زانوها رو صاف کن. دم بگیر. بازدم بیا پایین. دم. بازدم. زانوات به داخل نچرخه. موازی هم دیگه بمونه. قشنگ پاها رو اکتیو کن. عالی. نفس بکش. دم بیا بالا. بازدم رها بیا پایین. پیشرفته تر و بیشتر بیایم پایین. مبتدیا کمتر به اندازه توان خودتون. حتی میتونی سرعتتو کمتر کنی. دم و بازدم. خیلی خوبه. آفرین. حواست باشه وزنت رو پاشنه باشه ها. اصلا وزنتو به سمت پنجه های پا ننداز. زانو رو بکش عقب. سعی کن پشتت صاف باشه. بدنت به جلو خم نشه. عالی. برو 5 تای دیگه. نفس جاری. 4. عالی. 3. 2. خیلی خوبه. 1. نگهدار. زانو رو خم کن. دستا رو بکش جلو. بمون. فکر کن دستاتو داری میدی به یکی. صاف و کشیده. وزنت رو پاشنه. انگشتای پا از بالا معلومه. پیشرفته تر بیایم پایین تر. نگهدار. بمون. 5. 4. 3. 2. 1. دم بگیر. زانوها صاف. دستا رو بکش بالا. با بازدم. رها به سمت پایین. رها. باز اگه آسیب کمر داری میتونی یک کوچولو زانوتو خم نگه داری. یا اگه کشش پشت پا زیاده برات وقتی زانو صافه، یه ذره خمش کن. نفس جاری. دستا رو بذار روی زمین. آروم از همینجا پای راست عقب، پای چپ عقب. با سنتو بکش بالا. خیلی خوبه. بچه‌ها که انعطافتون کمه، پاتون رو پنجه باشه. اولویت اینه که اول پشتتون صاف باشه. با سن خوب بکشین بالا. بچه‌ها که انعطافتون خوبه، پاشنه پا رو تا جایی که راحتین ببرین سمت زمین. خیلی خوبه.
با سرت خوب بکش بالا، با دست زمین رو هل بده، وزنت رو رها نکن پایین. از همینجا اگر میتونی دست چپ بیاد سمت پای راست، برگرده، دست راست بیاد سمت پای چپ، برگرده. اگر برات سخته تا هر جا که میتونی، حتی میتونی وسطش استراحت کنی. عالی، نفس جاری. اگه آسیب مچ دست داری و اینکه وزنت رو دستت باشه برات سخته، میتونی دستتو مشت نگه داری. خیلی خوبه. برو بیا. دمو بازدم. سعی کن دستو ببری بیرون ساق پا به سمت قوزک پا. شکمتو با بازدم وکیوم کن، جمع کن داخل، بپیچ به سمت پای مخالف. عالی. برو. 8 میتونی. 7 6 5 4 3 عالی. 2 1. دست چپ بیرون پای راست، آرنجتو خم کن، آروم آروم سینه رو بچرخون به سمت بیرون. مبتدی ها اگه خسته شدی میتونی زانوتو بذاری رو زمین استراحت کنی. نفس آروم، سمتتو عوض کن، دم بگیر، با بازدم آرنجتو خم کن، ساق پا رو فشار بده، سینه رو بچرخون. عالی. دم، بازدم رها. دم نگاه رو برو، قدم بزن، پای راست جلو، پای چپ جلو، زانو خم یا صاف، بسته به راحتی خودت. دم بگیر، دستا رو بکش بالای سرت، با بازدم، دستا جلوی سینه، ساماستیتی. خیلی خوبه. دم بگیر از همینجا، پای راست رو بیار بالا به سمت شکمت، بالا بالا بالا. از اینجا بعد میخوایم بذار تعادلیش کنیم. قشنگ ریشه هاتو تو زمین محکم کن، پایی که رو زمینه قشنگ شست پا رو به زمین فشار بده، پاشنه پا رو به زمین فشار بده. دم بگیر، با بازدم پای راستو ببر عقب و بذار دورترین نقطه‌ای که میتونی پنجه پا رو زمین. پای جلوی 90 درجه خمه، های لانج. دم و بازدم، پیشرفته تر لگن رو بیاریم پایین. بچه ها اینجا دقت کنین، زانو دقیق باید بالای مچ باشه، به داخل نچرخه، دقیق بالای مچ، جلوتر نره. پای پشتی اکتیو، خیلی خوبه. آروم، دست راست اگه میتونی ببر بذار رو پای راست، دست چپ رو بکش بالا و عقب. دم بگیر، با بازدم دوباره برگرد وسط، یه دم دیگه با بازدم تویست، میچرخی به سمت چپ. دوباره میخوام از سینه بچرخی. آفرین. اگه مبتدی خیلی برات سخت شده، یه زانو رو بذار رو زمین، در این صورت بالا بمون. عالی. دست راست بیاد داخل پای چپ، دست چپ بره بالا. مبتدی‌ها زانوی پای پشتی میتونه رو زمین باشه، اگه برات سخته میتونی حتی یه چیز نرم زیر زانوت بذاری. زمین رو با دست هل بده، وزنتو بکش بالا، مچتو سبک کن. آفرین. آروم از همینجا دم بگیر، یه بار دیگه بیا بالا، بازدم برگرد پایین. خیلی خوبه. همه زانوها رو زمین، دم دوباره بیا بالا، بازدم دست جلوی سینه، آروم بازو یا آرنجتو بیار بیرون زانوی چپ. اگر برات سخته میتونی همینجا بمونی. آفرین. باز بچهای پیشرفته تر زانو رو میتونین جدا نگه دارین، اگه سخته زانو رو زمین. قشنگ بازو آرنجتو به بیرون زانو فشار بده، شکمتو اینطوری بچلون، سینه بیاد به سمت سقف، نفس بکش. خیلی خوبه. عالی. دم، دستا رو بکش بالا، لگن رها به سمت زمین، بازدم، دستا روی زمین. پای پشتی رو از زمین جدا کن، پای جلویی بر عقب، پلنک پوز، شونه بالای مچ دست، زانوها جفت، شکم سفت. اینجا بچه‌هایی که قدرتتون کمه، نبینم خودتون رو اینطوری گردن انداختین پایین، کمر رو ول کردین، این فشار میاره به ستون فقرات.
پس چی کار کنی؟ یه زانو رو بذار رو زمین، قشنگ زمین رو هل بده، سر راستای ستون فقرات، زیر شکم اکتیو، نگه دار. دم و بازدم. عالی. آروم. بیا توی داون داگ باسم بره بالا 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 بالا. دوباره با دست زمین رو هل بده. نفس. دم. نگاه رو برو. قدم بزن. پای راست جلو. پای چپ جلو. بدن رها. دم بگی، دستا رو بکش بالا. با بازدم. ساماستیتی، دستا رها. بریم پای مخالف. دم. دستا رو بکش بالا. پای چپ بیاد تو شکم. قشنگ شست پای راست رو به زمین فشار بده. تعادلت رو حفظ کن. تا جایی که میتونی پا رو با زانوی خم بکش بالا به سمت شکم، به سمت سینه. عالی. حالا پا رو آروم ببر عقب. دورترین نقطه بذار رو زمین. زانوی پای جلوی 90. چکش کن. دم بگیر. دستا رو بکش بالا. پای پشتی اکتیو. دست چپ این دفعه بره پشت رون پای چپ. دست راست رو بکش عقب و بالا. پاهات اکتیو. خیلی خوبه. آروم به چرخ وسط. تویست به سمت راست. با بازدم شکمتو جمع کن داخل، سینه رو بچرخ. دوباره دستا بیاد وسط. دم. با بازدم. دست چپ پشت پای چپ. آروم دوباره برگرد. تویست. آروم دست چپ رو بذار داخل پای راست. دست راست بره بالا. اگه برات سخته زانوی پای پشتی میتونه رو زمین باشه. نگاهت به سمت بالا. با دست زمین هل بده. یه بار دیگه بیا بالا. تویست. آفرین. قدرت و تعادل. دوباره برگرد پایین. و آروم همه زانوها رو بزنید رو زمین. دوباره برگرد بالا. تویست. کف دستا رو جلوی سینه بچرخون. دم بگیر یا همینجا بمون یا با بازدم. بازو آرنج بیاد بیرون زانوی راست و نگاهت به سمت بالا. آرنج رو به زانوت فشار بده. سینه رو بچرخون. نفس بکش. کشش رو حس کن. عالی. دم بگیر. دستا رو بکش بالای سرت. با بازدم دستا رو بذار روی زمین. پای پشت رو از زمین جدا کن. پای جلویی رو بیار عقب. شکم منقبض. سر راستای ستون فقرات. با دست میخوام زمین رو هل بدی. زیر شکم تو. نفس بکش. دم و بازدم. خیلی خوبه. هر جا خسته شدی میتونی دستاتو مشت کنی یا بری روی ساعدت. آروم بچرخ به پهلوی راست. دست چپ رو جدا کن. ساید پلنک. تنوعش برای بچه‌های مبتدی میتونین زانوی پای پایینی رو بذاری رو زمین. بمون بالا. واسه پهلو رو بکش بالا 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 بالا. عالی. برگرد وسط. دم و بازدم. بیا سمت مخالف. واسه پهلو رو بکش بالا بالا. نفس جاری. عالی. برگرد وسط. خیلی خوبه. آروم ساعده رو همه بذاریم رو زمین. شونه جلو، پاها جفت. سر راستای ستون فقرات بمون. نفس. خیلی خوبه. دستاتو میتونی قلاب کنی. لگنتو ببری به چپ و راست. اگه آسیب کمر داری این کار نیاز نیست انجام بدی. فقط صاف نگه دار. حتی میتونی یه زانو رو بذاری رو زمین. خوب دستا رو فشار بدی. زیر شکم رو بکشی داخل. بمون. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آروم زانوها رو زمین. دو زانو بشین. بازدم کن. خیلی خوبه. دم بگی. دستا رو بکش بالا. بازدم.
حسابی احتمالا ضربان قلبتون خیلیاتون رفته باشه بالا، خیلیاتون عرق کردین. خیلی خوبه. و الان به پاکسازی بدنتون کمک میکنین. دستا رو بکش بالا، دم بگیر، باز دم رفت. نفس جاریه که آروم آروم ضربان قلب رو برگردونی پایین. دم، باز دم، دست بره بالا، باز دم، دست راست پشت پای، پشت باسن، دست چپ بیرون زانو، تویست. اگه 2 زانو برات سخته میتونی 4 زانو بشینی. پشتت صافه، دوباره شونه ها رو بچرخون. دم وسط، باز دم. خیلی خوبه. نفس جاری. دم وسط. یه بار دیگه تویست به راست. هرچی دستی که این در واقع به زانوتون یا به رون پاتونه اکتیوتر فشارش بدی، پشتت صاف باشه، شونه ها پایین و با بازدم سینه رو بچرخونی، شکم رو خالی کنی، سینه رو بچرخونی، دوباره دم، با بازدم شکم خالی، سینه رو بچرخون. میبینی پیچت عمیق تر میشه، کشش رو بیشتر حس میکنی، شکمت بیشتر وکیوم میشه، جمع میشه داخل. این یه لباسی که اینطوری داری میچلونی، آبشو بگیری، این اتفاق میفته. دم، بازدم. برای همین این پیچ و کشش ها در واقع مثل دیتاکس و پاکسازی میمونه برای روده ها و این پیچ و کشش ها قشنگ اون اعضای داخل بدن رو انگار که ماساژ میده و روده ها رو به حرکت در میاره. عالی. دم، با بازدم، دستا رها، باسنتو بذار رو زمین، پای راست رو صاف کن، پای چپ رو صاف کن، پای راست کف پا رو زمین به سمت خودت. ازت میخوام که پای چپت کامل فلکس باشه. یعنی چی؟ یعنی قشنگ از مچ پا به سمت خودت باشه. دم بگی، دستا رو بکش بالا، بازدم، به چرخ به سمت مخالف، آرنج رو بذار بیرون زانوی راست، دست راست پشت بدن، شونه ها پایین، پشت صاف. دوباره یه پیچ و تویست داریم، نگاه به شونه عقبی، نفس جاری. عالی. دم برگرد وسط، پاها رو عوض کن. حتما اول پشتتو صاف کن، دست جلوی ساق پا، سینه رو بکش بالا، سینه رو باز کن. حالا دم بگی، دستا رو ببر بالا، بازدم، آرنج راست بیرون زانوی چپ، دست چپ میره پشت بدن، پایی که صاف، فلکس، نگاه به سمت شونه عقبی، نفس. دم و بازدم. عالی. و آروم برگرد وسط. کف پاها رو بچسبون به هم. بخوام پاشنه پات از خودت دور باشه مثل من. کف پاها به هم چسبیده، زانوها رو رها کن. و آروم بدنت رو رها کن به سمت پایین. پشت گرد و ریلکس، راحت. توی حالت راحتی باش. اگه نیازه میتونی پاتو عقب جلو کنی، حالت راحتت رو پیدا کنی. چند لحظه خودت رو رها کن. به زمین بسپار. نفس جاری باشه. هیچ فشار و انقباضی تو بدنت نداشته باشی. ولی عوضش میتونی کششایی که داری تو این حرکت حس میکنی رو بهشون توجه کنی. ببینی الان آخر تمرین چه احساسی رو داری تجربه میکنی. آروم بیا بالا،
آروم به پشت عوض بکش. بهار بکش تو شکم. پشتتو ماساژ بده. شاید برای خیلیاتون حسش جدید بوده باشه، شاید خیلیاتون براتون سخت بوده، برای خیلیاتون هم نه، شاید حتی آسون هم بود یا در حد بدنتون بود. هر چیزی که هست، به جای اینکه مثلا مخصوصا وقتی که یه چیزی رو نمیتونیم کامل و تمام اونجوری که دلمون میخواد انجام بدیم، برای بچه‌ها که حالا براتون تمرین سخت بود یا راضی نبودین از خودتون، سریع از روی عادت خودمون رو سرزنش میکنیم. اصلا میخواد این کار رو نکنیم، چون که یوگا دقیقاً به تو در لول اول، در درجه اول همین ضعف و قوتاتو نشون میده. تعادلش برات سخت بود، قدرتش برات سخت بود، جایی که رو دست بودی برات سخت بود، جایی که باید شکمتو نگه می‌داشتی سخت بود. کجاها برات چالش داشت؟ نقاط ضعفتو دیدی؟ حالا توجه میکنی بهش، حالا به خودت کمک میکنی که اونا رو برطرف کنی. اینجوری بهش نگاه کن. مچ پای راستو آروم بیار پایین زانوی پای چپ رو بکش تو شکم. دقیقاً چیزی که یوگا ازت میخواد اینه و تفاوتی که با بقیه فعالیت‌های بدنی داره اینه. اینکه تو دوباره یاد میگیری با بدنت یه ارتباطی بگیری و آروم آروم که این نقاط ضعفتو کم کم با تمرین به نقاط قوت تبدیل میکنی، یه حس خوب به خودت هدیه میدی و این توجه، این عشق تازه‌ای که به خودت میدی یه ارتباط جدیدی میسازه بین تو و بدنت و بعد این ارتباط هی گسترده تر میشه و بعد کل زندگی تو تحت تاثیر قرار میده. آروم پا رو عوض کن. هر چقدر که این جلسات رو بیشتر تکرار کنین میبینی که هر بار برات روونتر میشه، هر بار جاری تر میشی. قشنگ حس میکنی که هر بار اون نقاط ضعف‌ها کم رنگتر و کم رنگتر میشه. کشش رو داری پشت رون پای چپت حس میکنی، هم استرینگت و سمت لگنت. بچه‌ای که خستگی‌های کمر دارین، سیاتیکتون به خاطر زیاد نشستن، زیاد ایستادن میگیره، این کشش خیلی خوبیه براتون. عالی. کف پاها رو بذار زمین. زانوها چپ و راست کن. اگه مچ دستت خسته است، دستا رو قلاب کن تو هم. یه علامت بی نهایت بکش، چرخش مچ بده. مچ دست راست رو بگیر، بچرخون جهت عکس. چپ جهت عکس. کشش بده. انگشتا رو بکش سمت خودت، قشنگ بذار این خستگی‌های ساعدت دستت رهاشه. از پایین دست رو بکش سمت خودت. این وقتی انگشتای دستتو میکشی میبینی کشش رو تو ساعد حس میکنی، انگشت رو که میکشی اثرش رو تو ساعدت حس میکنی. دست مخالف در واقع اینا فلکسور اکستنسورهای دستتن که بچه‌ها قدرت دست شما، سلامت دست شما خیلی به سلامت و تقویت این فلکسور اکستنسورها بستگی داره. و با همین حتی کششا، با همین تمرینایی که وزن رو روی دست میندازین و خیلی تمرینای دیگه به تقویتشون، به سلامتشون کمک میکنین. بچه‌ها که زیاد از دستتون استفاده میکنین باید بیشتر از بقیه به فکر تقویت عضلات دست باشین. خیلی خوبه. دستتو رها کن و میتونی که اینجا تمرینتو به پایان برسونی. میتونی چند تا گهواره بزنی روی ستون فقراتت، آروم بشینی روی متت، چند تا دم و بازدم، چشماتو ببند، بیا رو جریان طبیعی نفست و فقط بدنت رو، بودنت رو چند لحظه‌ای توی سکوت و سکون احساس کن. بعضی وقتا
بعد از یک روز شلوغ، بعد از کلی تکاپو، بعد از کلی هیاهو، بعد از کلی جنب و جوش و فعالیت‌های روزانه، به تنها چیزی که نیاز داریم یه کوالیتی تایمه، این که یه زمان با ارزش برای خودمون بذاریم، این که توی سکوت بشینیم، که خودمون رو حس کنیم، بودنمون رو حس کنیم، حضورمون رو حس کنیم. و الان که آخر تمرین نشستی روی متت، میخوام که این سکوت و این سکون رو قبل از اینکه بلند شی و بری سراغ ادامه کارات به خودت هدیه بدی. حتی همونطور که تو پیجم همیشه براتون میگم، تایم خیلی خوبیه که بنویسی از هر آنچه که دوست داری، حسی که تجربه کردی، دغدغه‌هات، اینکه روزت چطوری گذشت یا دوست داری چطوری بگذره، هر چیزی که دوست دارید. مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم. نماسته.